برگشتیم با یه اپیزود دیگه. یه مهمون خیلی فوق‌العاده داریم امروز و یه آدم واقعا خوشقلب. پیمان عزیز مهمون ماست امروز. خودتو دوست داری معرفی کنی؟ با بچه‌ها سلام علیکی بکنی؟ مرسی کیوان جان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک عزیزان. امیدوارم که این اپیزودی که بنده با کیوان عزیز داریم مورد توجه قرار بگیره. از حرفت واسمون بگو. حرفه از کجا اومد؟ چجوری شد؟ توی مسیر اومدی؟ چی شد که اصلا وارد عرصه موزیک شدی؟ حرفه که خیلی حرفه، داستانش خیلی طولانی. اگه بخوام بگم خودش یه پادکسته. خب حالا واسه ما واسه آره. بچه‌ها یه ذره مختصر. من متولد کرمانشاه، دهه 50 کرمانشاه هستم و موزیک از صدا و سیمای شهر خودم شروع کردم. البته سنم خیلی کم بود، یه دوتا ترک خواندم که هنوزه ترکای من داره تو شهر بازی کرمانشاه پخش میشه. واقعا؟ آره. بالا چند سال پیش این داستان؟ من 14 سالم بوده و ترک 14 سال، یعنی آره. 14 سالگی استارت من 14 سالگی تو صدا و سیما استارت زدم. 16 سالگی عشق خالتور ما رو کشید و دیگه از 16 17 سالگی من تو خالتور رفتم تا قبل از اینکه بیام دبی که میشه سال 1997. 97 یعنی شما اومدی دبی؟ من 97 دبی شروع کردم. دبی شروع آره. کردی همین کار موسیقی؟ بله. دیدم آخه موزیکات رو پی ام سی هم بله. اومده. کار حرفه‌ایم از سال 2007 شروع شد. ولی کار کلاب من از سال 97 شروع کردم. کار کردن دبی هم که اونجان مدلی بود که ما 11 ماه در سال هر شب برنامه داشتیم. یعنی طوری بود که بوده. آره، طوری بود که شهرام شب میگفت شما رو با بزنن تو گینس. خواننده‌ای که هر شب اجرا بکنه خیلی سخته. واقعا هم خیلی سخته. خیلی سخته چون اصلا هر شب بخوای کار کنی پنجره خسته میشه. بعد شما خیلی از دوستای ما تو دبی پولی پنجره گرفتم. من خودم 2 بار عمل پولی پنجره انجام دادم. خیلی از بچه‌ها به خاطر حجم کار. آره، به خاطر حجم کار اذیت میشه، حتی نوازنده‌هاش. و اینی که بچه‌هایی که تو دبی کار میکنن واقعا جز حرفه‌ای و بهترینا هستن. هم خواننده هم نوازنده ها جز بهترینا باد واقعا اینا رو تو مارکت موسیقی شناخت. و دیگه کار کردیم تا سال 2021 و 2 2021 و 2 دیگه ما یکم دیگه موو کردیم اینجا و یعنی از 22 یه کمی دبی کم رنگ ترش کرد. کرد. یعنی دبی نمیرید دیگه اصلا؟ نه دبی میرم الان. کار نمیکنه دبی؟ نه هستم هنوز تو. مارکت دبی چجوری بود؟ از مارکتش بهمون بگو. مثلا شرایط کاری چجوری بود؟ بعد با چه کسایی کار میکردین؟ من شروع کاریم خدا رحمت کنه، من تو کلاپ وست کار میکردم و اسم کلاپ وست بود؟ وست بود آره. و مرحوم آقاسی اونجا بودن، امیر شاملو بودن، دنسر ما آقای محمد خردادیان بود، حجی جون بود. و من تو کلاب استارتم شروع کردم. بعد از اون کلاب رفتم کاباره تهران، خدا رحمت کنه، با مرحوم مهستی برنامه داشتم و آقای عارف. بعد از اون دیگه خودم یه کلاب زدم توی دبی. آره، تو دبی کلاب زدم به اسم میامی و 8 سالم کار کردم تو. یعنی اون کلاب من کار کرد، جز کلاب‌های تاپ دبی هم بود. از اون کلاب‌هایی بود که ساعت 11 دیگه در میبستیم و دیگه نمیتونستیم دیگه یعنی مشتری قبول کنیم دیگه. بعد از اونم که کلاب بستم، یه کلاب دیگه باز کردم تو هتل مونتریال به اسم تارا کلاب. اسم دختر خودم هم گذاشتم روش. آره. بعد از تارا رفتم مالزی و یه کلاب باز کردم اونجا به اسم 1001 شب در هتل سر پاسیفیک هتل روبروی دمال تو مالزی تو کوالالامپور زدیم. اونجا هم هلوش 1 سالی کار کردم، ولی چون مارکتش خیلی ترسناک بود نمیشد. از چه نظر ترسناک بود؟ داداش یعنی تمام آدمای خلافش تو کلاب من می آمدن، بعد قلدری میکردن، مثلا گنگ بازی بود. مثلا زدن چش یه نفر در آوردن تو کلاب ما. واقعا به همین راحتی یاکوزای ژاپن آمده بودن. یکی از بچه‌هایی که از این چی داداش آمدن زدن یکی از اینا رو نابود کردن و رفتن. به جان پیمان. یعنی من دیدم مارکت یکم اینجوری معامله هاشون تو کلاب من انجام میدادن. چه گنگی بود. خیلی وحشتناک بود دیگه. ما مالزی هم واقعا همینطوره. آره دیگه واگذار کردیم اونجا رو. برگشتم دبی و دیگه رفتم کلاب دلمون، یکی از بهترین کلاب های دبی.
که فکر نمیکنم هنوزم تا الان کلاپی رو دست دلمون بیاد. یعنی دلمون. کاری که ما تو دلمون کردیم با بزرگای مثل من با 15 سال افتخار دارم که هر شب با عارف برنامه داشتم، با آقای شماعی زاده برنامه داشتم، با سیاوش شمس برنامه داشتم، با جناب شهرام آذر سندی برنامه داشتم. من واقعا تو کلاب با بزرگا، خدا رحمت کنه، با حبیب برنامه داشتم. باشه خواننده بوده کار نکردی تو کلاب کلا؟ خب آخه الان اسم میبری بیشتر بزرگای فکر میکنم آره کیوان جان، یه سری با همشون خواننده، کار کردی، ولی باشه کسی کار خب نکردی. نه، یه سری خواننده دوست داشتن بیان تو کلاب ها کار کنن، یه سری ها نه. یعنی مثلا یکی مثل آقای چرا ابی. دوست نداشتن؟ خب آقای ابی مثلا یکی مثل ابی، یکی مثل معین، یکی مثل امید، اینا اولاش دوستان. بعد معین امید آمد تو کلاب کار کرد، با هم کار کردیم توی یه تایم خیلی کوتاه. ولی بیشتر خواننده‌ای که تو لس آنجلس هستن به غیر از این چند تایی که اسم آوردم، ابی، داریوش، معین، به غیر از اینا با همشون کار کردم. فرامرز آصف، مرتضی، با همه اینا کار کردم و باعث افتخارم بود. هم کار از اینا یاد گرفتم، هم کنار اینا به قول معروف من یه زمانی توش سن کوچیک بودم، مثلا همیشه تو ذهنم بود مثلا عارف دقیقا همه آهنگاش ما اینجوری. آهنگاش تو عروسی ها من خودم با آهنگای عارف مردم شاد میکردم. بعد یه روزی کنار عارف باشی که الانم واقعا کسالت داره، امیدوارم که واقعا کنار عارف بودن. هرچه زودتر رفع کسالت بشه و دوباره برگرده. اما عارف I love you از همینجا. امیدوارم که این برنامه رو ببینی، خودت میدونی چقدر دوستت دارم، جادم همینجاست تا آخر عمر. I love you. بهترین سن به نظر شما چیه که بخوای موزیک رو شروع کنی؟ سن اصلا به نظر شما مهمه برای شروع نه، موزیک؟ نه. نه. بعضی هم میگن آقا باید صدا داشته باشی. نه، اصلا من اینو اصلا قبول ندارم. خیلی ها هستن که همه صدا رو دارن، فنی که بتونی صدا رو ازش کار بکشی رو بلد نیستن. یعنی اگه فن رو بگیرن، هر کس زنگ صدای یعنی خودش داره. جوری که بتونن صداشون رو استفاده کنن. 100% الان شما ماشاءالله صدای زنگ قشنگ دارید، شما خودت میتونی خواننده بشی، ولی باید او فنی که بتونی صدا رو ازش کار بکشی رو باید یاد بگیری. و سنم نداره به نظرم. من خودم 14 سالگی، من قبلش قاری قرآن بودم. چه جالب. آره. چه من هم موومنت آره بزرگی از قاری قرآن آره وارد عرصه موزیک من شده. مؤذن بودم اول. مؤذن من چون اهل تسنن هستم، مؤذن مسجد خودمون بودم. بله. مسجدی داریم تو کرمانشاه به اسم مسجد شافعی‌ها. من مؤذن اونجا بودم. بعد از مؤذنی شدم قاری که قرآن میخواندم. روزای جمعه قبل از اینکه خطیب بیاد بره رو منبر، من قرآن میخواندیم. ما 3 نفر بودیم. تو 3 نفر من یکی در رفتم و شدم فرزند ناخلف. نه خب آره دیگه. بالاخره شما هم مسیرتون اینجوری آره بوده. دیگه از 14 سالگی. ولی سن نداره به نظر به من. نظر شما که حالا سن نداره. خیلی سال توی این عرصه داری کار میکنی، معیارایی واسه یه نفر که بخواد وارد موزیک بشه چی از نظر شما؟ چه معیارایی باید داشته باشه یه نفر؟ به قول شما الان گفتی مثلا صدا معیار نیست، شما باید بدونی صدا چجوری استفاده کنی. بله. در کنار اینا چه چیزهای دیگه باید یه نفر داشته باشه که بتونه وارد موزیک بشه؟ من چیزی که الان تو مارکت امروز میبینم، اولین چیزی که یه خواننده حرفه‌ای باید داشته باشه، شومنیه رو استیجشه. درسته؟ یعنی تا شومن نباشی شما نمیتونی اون اجرای خوبه بری برای 2000 نفر 3000 نفر اجرا کنی. شما وقتی شومن باشی، وقتی میای رو استیج میدانی چندی با جمعیتی که روبروت هستن. اولیش به نظر من شومنیه. دومیش به نظر من باز صداست و استایلی که خواننده رو استیج بره خودش درست میکنه. خیلی خواننده داریم الان، خیلی دارم اسم نمیارم، ولی بزرگای موسیقی خودمون هنوز بلد نیستن رو استیج لباس بپوشن. درسته، دیدم منم واقعا. یکیشون نه حالا دیگه، حالا اسم نمیبرم. بوق. ولی آره خیلی ها هستن هنوز واقعا یک شاخه من رفتم یه کنسرتش، حالا شما گفتید اسم نبرم، من خیلی دوست دارم اسم ببرم اتفاقا که اون شخص بدونه تو خود لباس درست بپوشه. خیلی بد لباس پوشیده بود این خواننده. از ایران هم اومده بود، کنسرتش تو لندن بود همینجا. بعد ما رفتیم اون مثلا دیدم یه لباس پوشیده، یقش کجه، بعد
نصفش گردنش تا اینجا یقه نیست، پاره است انگار. بابا چه دیزاینیه اون آخه واقعا؟ یعنی من شلوار نمی‌فهمم. میپوشه، سر شلوار هنوز زانو انداخته، نباید اونه بپوشی. کف، حتی تا کف شدم تو ولی باز. به نظر من الان بهترین آرتیست که خوب لباس میشه توی مارکت ایران فکر می‌کنم موینزده. موینزده دیدی؟ آره آره خیلی آره. باحاله. آره سبک لباس پوشیدن. دیگه آمده یکم ساختار شکنی کرده، داره یه کارایی یه میکنه، کارایی داره میکنه خیلی داره نسبت به انتقاد. بقیه آره فکر داره می‌کنم انتقادم میشه ولی باز ساختار شکنی کرده. دقیقاً. پیمان جان یه کلمه اگه بخوای نام ببری یا بگی، هر کلمه، چه کلمه ایه؟ یه کلمه نام ببر که خیلی دوستش داری. عشق. چرا عشق حالا؟ چون تا عاشق نباشید به نظر من، نه فقط عاشق، فقط این نیست که مثلا بگی شما عاشق پارتنرت هستی یا عاشق مادرت هستی. واقعا اگر عشق تو زندگی نباشه هیچی معنا نداره، هیچی. حتی اون دقیقاً ترکی که من همینطور. میخوام اجرا بکنم تا عاشقش نباشم نمیتونی. خوب در نمیاد. دقیقاً شما حتی کاری هم که انجام میدی باید عاشقش بشی. 100%. دقیقاً من باش موافقم. عشق کلمه قشنگی بود واقعا. خب اگه بتونی با یه خواننده کار بکنی داخل ایران، چه کسی رو پیک میکنی واسه کار کردن؟ چه کسی دوست داری کار کنی داخل مارکت ایران ها؟ آره والا مارکت ایران ماشاءالله اینقدر شلوغ شده که اصلا خیلی منم قبول ترافیک دارم. خیلی زیاده. آره ترافیک زیاده، ولی آخه نمیشه به همش بگی واقعا. نه یه نفر رو میتونی پیک آره کنی که بتونی باش کار من کنی. کسی که دوست دارم باش کار بکنم و عاشقش هم هستم و I love you هم هست، بهنام بانی. بهنام بانی همینجا سلام میکنیم به I بهنام love you بانی. بهنام جان. ما با بعد هم کار کردیم البته دبی. واقعا آره کجا؟ ما دبی با هم کار کردیم. آره قبل از اینکه دیگه بره رو استیجای ایران، ما قبلا تو دبی با هم کار کردیم. چی شد که تصمیم گرفتی از دبی بیای؟ والا من سال 2012 من بچه‌ام خانواده‌ام آوردم اینجا. اوکی. از دبی آوردم اینجا چون گفتم تحصیل بچه‌ها اینجا باشه. 2012. 2012 آوردم اینجا، همش هم در رفت و آمد بودم در لندن. ولی خودتون اونجا بودی؟ آره ولی بیسیک کار اونجا بود. ولی الانم هنوز دبی هم، یعنی دبی میرم و میام، ولی کمتر شده، یعنی کم رنگ‌تر شده. کم رنگش کردیم. آره و کارام دیگه انداختم اینور اروپا برنامه دارم. خیلی خودم انداختم تو کشورهای به قول معروف میگن که بخوای قفقاز، یعنی قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، اون منطقه یکم خودم انداختم تو اون منطقه، چون با خواننده‌های اونجا از سال 2001 2002 من ارتباط دارم، کار کردم با اونا، فیت زدم. اینه که تو اون مارکت منو میشناسن. توی مارکت اون سمت. بله بله. خیلی هم عالی. بعد الان مشغول چه کاری هستی؟ دیدم که برنامه دارید فکر میکنم. برنامه داریم تو اروپا، تو کلن برنامه داریم، منچستر برنامه داریم، بعد برمیگردیم میریم دبی برنامه داریم. سه تا برنامه دبی دارم. احتمالاً بعد از اون سه تا هم باید تو یکی از کلاب‌های 15 روزی برنامه داشته باشیم در کنار آقای مایکل و سیاوش شمس که اونم هنوز قطعیش نکردیم، ولی کلاً بیسیک کار دبی هنوز همچنان. یعنی بیس دبی، همه آره چی آره بر هولوش محوریت آره دبی آره میچرخه. I love you دبی هنوز. دبی واقعا خوبه. دبی خوبه. برای زندگی باید بلد باشی. زندگی بورینگ نیست، خسته کننده نیست. یکم گرما شاید اذیتت بکنه اولاش، ولی بعد که عادت میکنی دیگه زندگی خوبیه دیگه. دبی خوبه. ولی فکر میکنم ولی خسته یه کننده چیزی باشه. بهت بگم، واقعا من از تایمی که آمدم لندن، من لندن خیلی دوست دارم الان. یعنی فکر کنم لندن شد یه جایی که همیشه تو ذهنم یه جایی دوست داشتم زندگی بکنم، شد همینجا. واقعا آره لندن هم خوبه واقعا. من میرم از لندن بیرون واقعا دلتنگ میشم. من الان وقتی مثلا میرم یه جای مسافرت برمیگردم، دقیقا هواپیما میرسه بالای لندن، میگم آخ جان رسیدم. قشنگ بوی خودشه داره، تنفس وقتی میای قشنگ هوای خودشه داره. اینجا هوا هست، آره اینجا اکسیژن خوبه، هست. اکسیژن اینجا تمیزه. آره آره به خاطر بارونایی که میاد آره همیشه واقعا تمیزه. خوبه. خب برگردیم. تا جایی که من میدونم پسرتون هم کار موزیک میکنه، آره درسته؟ آره رپ؟ آره رپ. یعنی تو حوزه برعکس زمینه اینی که نه اینی که بگم با موسیقی رپ دوست ندارم، با موسیقی رپ هنوز نتونستم ارتباط برقرار کنم.
من چون پاپ کار بودم اولش که من با افتخار کرد ایرانم، با افتخار پدرم پاویه و اهورامی زبان هست و اینیه که من اولش با موسیقی کردی تو مارکت بیشتر خودم معرفی کردم. بعد از حتی اون ترکی هم که گفتم تو سال 2014 خواندم، یه ترک کردی اول خواندم، بعد ازم درخواست کردن که یه فارسی بخونم که فارسی خواندم یه تیکم. گفتم با این که زیاد هنوز ارتباط برقرار نکردم با موسیقی رپ. یعنی رپ، ولی نظر خاصی نداری در مورد رپ؟ نه دارم، اتفاقا خیلی خوبه. مثلا من رپرهای خوب خیلی دوست دارم. اگه بخوای رپر رو پیک کنی کیو پیک یاس. می‌کنی؟ یاس. یعنی یاس هم خیلی کم کار شده. کم کار شده ولی خیلی کم کار. من خیلی وقتی ازش ترک جدید ندیدم. دوست خیلی خوبه. من یاسر خیلی رپر خوبیه. استایل رپش، کلماتایی که استفاده میکنه، خودش هم خیلی انسان خوبیه. آره واقعا بچه خوب، بچه محترم. اینه که یه دفعه تا خواستیم به جنبیم یه دفعه دیدیم آقا اهورا دیدیم رپر شد. رپر شده. البته شما کمکش نکرد یعنی پوشش نکردی؟ نه هیچ پوشی نکردم. منتهی از سن 4-5 سالگی شعر میگفت خودش. واقعا؟ آره شعر میگفت. حتی تو مدرسه خودش اینجا بهش سرتیفیکت دادن به خاطر شعرهایی که گفته بود. بعد یه دفعه دیدم رپر شده. الانم ترک‌های خوبی میده. فارسی او نه انگلیسی. فقط انگلیسی. فقط انگلیسی. من با این که دارم بهش یعنی پوش میکنم، میگم آقا بیا تا ویدیو بزنیم، بری تو مارکت. بعضی پدرها شاید مثلا بگن نه آقا من دوست ندارم بچه‌م خواننده بشه، ولی من واقعا میبینم شوق داره و داره استایلش خوبه. من به بچهای مثل دوستای خودتون گذاشتم گفتم گوش کنی، دیدن همه گفتن خوبه، یعنی همه تایید کردن کارش. درسته. اتفاقا دوستم بهم گفت آره خیلی خوبه. منتها یکم هنوز داره خودشو ترای میکنه، یعنی داره آزمون خطا میکنه. پیدا نکرده. نه هنوز داره ترک میزنه دوباره میاد. مثلا من اون چیزی که میخواد هنوز. مثلا یه ترک داره به اسم اسموک که من خودم عاشق بود، با اینکه خیلی کلماتاش زیاد نمیفهمم ولی عاشق اون ترکم. هرچی هم بهش میگم که کار بیا یه تکلیفی براش یه ویدیویی بزنی، نه نمیذاره. فعلا راضی نشده. آره دوست نداره. شما شاد بهش گفتی شاد راضی شدی. آقا اهورا لطفاً حرف بابا رو گوش کن، موزیک ویدیو رو بزن. خب سوال خیلی مهم داریم راستی. فکر می‌کنم این سوال خیلی موزیک خانوم از کجا اومد؟ خانوم من یه چند سالی کم کار شده بودم، کار نمیدادم. یکی از دوستا از کرمانشاه زنگ زد و گفت آقا چرا تو پیمان دیگه ترک نمیزنی؟ گفتم داداش کار قشنگ نمیبینم. گفت پیمان به یه نفر معرفیت میکنم، کاراشو گوش کن. الان کارش گرفته خودش تو مارکت، کارهای قشنگ میده. 2 تا برادرن، کارهای قشنگ میبینن. ما رو معرفی کرد و ما با اینا آشنا شدیم و اینا هم که من میشناختن از قبل، خدمتشان نرسیده بودم ولی اینا محبت داشتن به بنده. بعد که با هم صحبت کردیم گفتن آره چند تا ترک داریم که اتفاقا به استایل دم بخوره، بریم. چند تا ترک فرستادن. ما تو 6 تا 7 تا ترک من اصلا از اولش که شروع شد از رو خانومه وایسادم. گفتم این ترک خوبیه، باید این ترک اجرا کنیم. خیلی با ترسم رفتم چون خیلی تو استایلم نبود، ولی رفتیم انجام دادیم. 2 تا برادرن به اسم دویار، رضا آبزین، کار زدیم با اینا و خیلی جواب داد تو ایران. حالا یا به خاطر کلمه جمله خانومش بود ولی خوب بود، جواب داد و الحمدلله کار موفقی بود. شعر و ملودیش مال کیه؟ کار پکیج که کلا مال دویاره ولی شعرش خانوم شقایق امیرعزادی و کل پکیج هم که برادران دویار هم واقعا کارشون خیلی عالیه. آره من گوششون کردم. آره. خیلی جدیدن هم دارن یه ویدیو خیلی خفن خوب پرهزینه دارن انجام میدن. دویار واقعا کارشون خوبه، من گوش کردم دویار خیلی خوبه. داستان این سلام علیکم شادیباز چیه؟ اوه دست گذاشتی رو چیزی. سلام علیکم شادیباز یه اصطلاحی بود تو کرمانشاه، ما قدیم داشتیم با بچه‌ها. مثلا یه کسی دوست دختر جدیدی پیدا میکرد، میرفت تو کار یه دختر جدیدی چیزی میشد، بهش میگفت ای افتاده شادی بازی کرده. شادی بازی منظور چیه مثلا؟ شادی بازی یعنی مثلا اشغال رفت. مثلا یکی مثلا میرفتیم تو ما فوتبال میرفتیم صبح، بعد یکی اگه کم میدوید میگفتیم ای ناقص تو دیشب شادی بازی کردی. این شادی بازی مد شده بود دیگه. من یه سلام علیکم هم گذاشتم اولش.
چون دیدم تو اکثر من این خاص گذاشتم بری بچه کرمانشاه که گفتم سلام علیکم شادی باز خوبی چه خبر. اینه کردیم یه سیگنیچر برای کلماتی که میخوایم استفاده بکنیم و جواب داد. دیدیم خوبه، همه جواب داد. بعد دوست داشتن، آره خیلی خیلی باحاله. دوست داشتن. منم نگاه کردم خیلی آره سلام علیکم با... شادی باز از اونجا آمد. دیگه کلمات ها رو استفاده میکنیم، کلمات های انگیزشی میگفتیم، کلمات های میگفتیم که مردم دوست داشتن. مثلا یکی میگفتیم سلام علیکم شادی باز خوبی چه خبر. آقا میگن یه مثل قدیمی تو آلمان هست، همون جرمنی خودمان، میگه اگر روزی چشت برات گریه نکرد تو درداد بکن بناز دور. یه جو چیزایی درست کردیم گذاشتیم تو مارکت، دیدیم خوب جواب بود، داد. جواب داد. واقعا آره آره. باحاله. شنیدم خانومتونم توی پی ام سیه بله درسته؟ بله بعد مدیر برنامه‌تون هم هست. بله میخوای بیشتر بله بازش کنی، بله توضیح بدی؟ بله اگه توضیح ندیم که دیگه داداش صندلیه همون صندلی برای هر دو پرت میشه و عرضم به حضورت که آره من خوشبختانه خدا بهم یه شانس، یعنی واقعا یه شانس بهم داد و یه موجودی آورد تو زندگیم که خیلی داستان هم کاری هم زندگیم اصلا متحول کرد، تغییر داد. و واقعا آیلار که الان اونجا هم خودش نشسته و آی لاو یو کسیه که یعنی بعضی وقتا بهت میگن خدا چه شانسی بهت داده، خدا هم این فرشته رو انداخت تو سر راهمه واقعا. یعنی من از تایمی که باش آشنا شدم تا الانی که کنارم نشسته واقعا تو دقایق لحظه به لحظهش ازش تشکر میکنم، چون خیلی بهم کمک کرده از همه لحاظ. کیوان خیلی مهمه که پارتنرت باهات چفت بشه، تایمایی که گیری مغزت آزاد کنه. خیلی مهمه. این خیلی مهمه، مخصوصا پارتنر دیگه، چون خیلی مهم. آخرین فکر میکنم جایی که شما میری خونه هستی، میخوای بری اصلا اگه من حتی وقتایی هم که مثلا برنامه دارم میرم کشوری دیگه 24 وقتی که گیر میکنم زنگ میزنم، تصویری هم باید ببینمش، تصویری باش حرف میزنم خیلی با هم مهمه. تلپاتی میکنیم، بعد از زنگه تمام. خیلی مهمه. خیلی مهمه. وایبز خوب و آره مچ بودن واقعا خدا رو شکر به خاطر این قضیه. خدا رو آیلار شکر. آره تو پی ام سی هم کار میکنه، چندین سال با گروه پی ام سی کار میکنه. قبلا مجری بود، مجری 2 برنامه‌هاش بود. بعد دیگه الان تو تیم فنی پی ام سی. هر وقت هم هر کاری داشتی پی ام سی به دیده منت. دست شما در نکنه. چاکریم. ممنونم، مرسی. بعد یه سوالی داشتم از شما که خیلی سال توی دبی بودی، چرا اینقدر خواننده تو دبی زیاده؟ من خیلی دیدم مثلا همه، یعنی واسه خودشون هر رستوران یه خواننده داره، یه برنامه میذاره، یا یه کلاب یه خواننده خودشو داره. یعنی یه جورایی که مثلا دبی به اون کوچیکی 20 تا خواننده توشه، 20 تا شاید هم بیشتر، و همشون هم برنامه خودشونو دارن. یه ذره میشه باز کنی باز میکنم به شما بیشتر بدید. ارزم به حضورت که سالی که ما دبی کار میکردیم حجم خواننده خیلی کم بود و همه معروف بودن. یعنی نامعروفاش ما بودیم که رفته بودیم تازه مارکت میدیم وای آقاس فلانی اینا رو میدیدیم، خیلی خوشحال میشدیم، عکس میگرفتیم. خیلی خواننده هم کم بود و او کمی هم که بود همه خواننده های خوب و حرفه‌ای بودن. یعنی خواننده بد نمیدیدی تو دبی. بعد یواش یواش که رفت جلو کلاب زیاد شد، تقاضا زیاد شد، یعنی تقاضای مردم میخواستن برن کلاب های مختلف. خیلی ها از ایران ریختن تو دبی و متاسفانه نمیگم که بدن، همه دارن زحمت میکشن، ولی مارکت کلاپی یه کمی دقیقا منم همینو میگم. خیلی آره ولی خیلی هم زیاده. آره متاسفانه مثلا ما خواننده های زنی که تو دبی داریم، خیلی از خواننده ها قابل احترامن، همه‌شون دوستای منن، قابل احترامن برام، ولی خواننده نبودن. آمدن دبی دیدن مثلا خب خوانندگی، یارو مثلا تو یه کمپانی کار میکرده، مثلا اونجا ماهی مثلا ان تومن میگرفت، یه دید خواننده خانومه که داره تو کلاب فلان کار میکنه داره 3 برابر اون میگیره، گفت خب منم میشم خواننده. آمدن شدن خواننده، خیلی آمدن شدن خواننده، خیلی زیاده. خیلی زیاد شد، خیلی زیاد شد. و دبی کشوریه که کشور توریستیه و خیلی هم میان برید تفریح کردن و لذت بردن و هرچی هم کلاپش بیشتر باشه بهتره. ولی خب حجم خواننده‌اش خیلی زیاده. یعنی
هم آخه ایرانی میخونن دیگه، انقدر ایرانی توریست نمیره اونجا. امیدوارم کم بشه. نه همشان دارن زحمت میکشن واقعا، همه هنرمندای خوبی هن. گفتم ولی خدایی من تا حالا اصلا اسمشون هم نشیدم، اصلا نمیدونم نه اسمی نیستن، اینا همینجوری فقط میخونن. فقط میخونن، ولی اسمی ها مثلا خیلی هم هستن از بچه ها. مثلا ما هنوز علی آقاسی، پسر آقاسی داره کار میکنه تو دبی. واقعا با خدا پسر خوب، عالی، هنرمند درجه یک، یعنی نامبر پسر آقاسی آره پسر علیرضا آقاسی پسرش خواننده است ایشون هم؟ آره هنوز داره کار میکنه جالب، تو من دبی، نمیدونستم. از قدیمیای دبی، واقعا خیلی قدیمی. پدرشون هم کار میکرد شما گفتید؟ آره خدا ما با هم آقاسی کار میکردیم، آره خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. اون زمانی که کار میکرد خود پسرش هم تو همون کلاب کار میکرد، یعنی پدر و پسر تو یه جا کار میکرد. اینه که مثلا همه دارن زحمت میکشن، دمشان هم گرم. با کدوم خواننده بیشتر کار کردی؟ عارف. آقای عارف با مزه ترین شخصی که توی این عرصه کاریتون، تو دورهایی که رفتید، حالا جایی که رفتید دبی یا جای دیگه، با مزه ترین شخصی که دیدید باش کار کردم شهرام آذر. شهرام آذر، سامان اگه تو از پیشم بری، شمدونیا دل میکنه. آره. اینا بچه‌هایی هستن که یعنی با اینا آقای مرتضی با اینا خسته نمیشی، یعنی خدا یه نفر انتخاب کنی خیلی بامزه تر، یعنی شخصیتاً آدم. سندی شهرام آذر. سندی شهرام آذر، همون شهرام. I love you. پیمان جان برنامه گنگو دیدی؟ تازگی ها فکر کنم. آره. علی ضیا. بله. نظرت چیه درباره این؟ میدیدی که نمیدونم کانسپت برنامه میدونی چیه که بله خواننده‌های رپر رو میبرن اونجا. برای سایت، یعنی اینو باز کرد که یه مقدار خواننده‌های رپ بیاره، یکم باز بکنه، اصلا رپ تو ایران باز بکنه. ولی به نظر البته من در حدی نیستم که بخوام مثلا نظرهای کارشناسانه بدم، ولی باز به نظر من علیزیا برنامه خودش بازیاش خیلی خوبه، ولی دیگه نباید این کار میکرد. ولی حالا که این کار کرده خیلی حجمه زیادی باز شد که از اینی که آره آقا داره خواننده‌هایی که بی مجوزن داره میاره توی برنامه که از این طریق بچه ها مجوز بگیرن و برنامه هاشون شروع بشه تو، یعنی بتونن تو ایران کنسرت بزنن اینا. عزیزان رپ یه موزیکیه که آمده تو مارکت ایران و ما باید بهش احترام بذاریم و قبولش کنیم. خیلی از بچهای قدیمی مثل من هنوز قبول نمیکنن موزیک رپ. آقا باید قبول کنیم چون نسل دیگه جدید اومده دیگه. آره آقا نسل جدید دوستش دارن پذیرفتن اینه. الان خیلی موزیک پاپ دنده عقب گرفته، رفته عقب اصلا کلا. کسی اصلا فکر کنم پاپ زیاد چیز نه، خیلی دیگه ساپورت نه دیگه. ما خودمون الان فکر کنم بیشتر موقع رپ گوش میکنیم. آره واقعا رپرای خوبم داره، همین شایعه واقعا رپر بسیار واقعا خوب، حرفه‌ای، واقعا آرتیست حرفه‌ای. ولی خب این برنامه صرفا واسه این زده شده که اینو بتونن مجوز بگیرن. خیلی جالبه، نمیدونم دیدی آخر برنامه میزنه با سپاس و تشکر از وزارت ارشاد. خب این دیگه قشنگ معلومه. دقیقاً یعنی دیگه داره قشنگ توضیح میده. یعنی چی تشکر از وزارت ارشاد؟ بعد همه اون بچه‌ها که دارن میرن تو این برنامه هیچ کدومشون مجوز ندارن. با خدا هیچ کدومشون نمیدونن تو ایران کنسرت بذارن. نمیدونم، یعنی بعضی نونا رو نباید به هر قیمتی خورد. فکر کنم زیاده کاری بود. علی ضیا نباید این کارو میکرد به نظر. علی جان همون بازیا بهترین برنامه است، یعنی تاپ ترین برنامه است. من خودم بیننده پر و پا قرصدم. به نظر من دیگه اضافی بودی. آره واقعا این اضافی بود. البته من نمیدونم باز او کارشناسایی که خیلی استادن. جالبش فقط اینه که زده با تشکر از وزارت ارشاد. همه اون بچه‌ای هم که میرن اونجا مجوز ندارن. ما میزنیم آخرش با تشکر از. خب پیمان جان قشنگترین صدا که دوست داری چیه؟ قشنگترین صدا یه چیزی الان بگم شاید کلیشه‌ای باشه، الان همه میگن اینم گفت، ولی واقعا صدای مادر قشنگترین صداییه که تو دنیا وجود داره. واقعا همینطوره. به نظر من صدای مادر قشنگترین صداییه که تو دنیا وجود داره. حالا شاید هم کلیشه‌ای باشه ولی من واقعا با افتخار صدای مادرم زیباترین. سلام میکنیم به همه مادرها هر جا که هستن، ان شاءالله همیشه تنشون سالم و سلامت و سربلند باشه. و هفته پیش هم که گذشت دوباره اعلام میکنیم روز مادر مبارک به همه مادرها و امیدوارم که کلی با مادراتون خوش بگذرونید. ما که دوریم ازشون. خب بریم سراغ عکسامون. خب چند تا عکس نشونتون میدم
خوانندن، همکاراتونن، شاید دوستاتون باشن، شاید از نزدیک بشناسیشون، ولی باید یکشون انتخاب کنی که کدومشون مثلا ما بین این دوتا کدوم دوست داری انتخاب کنی. بله. بین سیروان خسروی و زانیار خسروی کی انتخاب میکنی؟ دوتاشون برادرن. آره. دوتاشون هم واقعا پرفشنال کار میکنن، دوتا هم عالی کردن، ولی خب دوتا هم کردن همشهری با افتخار. هن؟ آره. بچه سرنده به. هر دو خوبن، ولی با احترام به زانیار سیروان. سیروان انتخاب میکنه. بین محسن لرستانی و سیروان که انتخاب میکنی؟ اصلا 100% سیروان. نه سیروان آقا نگو تو رو خدا. محسن لرستانی. خب بین سیروان نگردشی. پس بین سیروان و رامین تجنگی. سیروان. بازم سیروان. بین سیروان و سوگن. با احترام به سیروان چون خیلی واقعا دوستش دارم، سوگند. خب سوگند. بین سوگند و سارن. سوگند. خب بین سوگند و سحر. سوگند. بین سوگند و احلام. سوگند. اگه یه کسی از داخل ایران از شما بپرسه خارج چه شکلیه، چجوری بهش توضیح میدی؟ یعنی خارج چجوری واسش ترسیم میکنی؟ من از سال 2001 دیگه ایران نرفتم. الان میشه 23 ساله که من ایران نرفتم. واو. آره. خیلی رنگ ایران کم رنگ شده تو ذهنمه. یعنی بعد شاید باور نشه محله های خود من مثلا میخوام بیارم تو مموری، مثلا بگم مثلا خانه ما فلان جا بوده، خیلی سخت شده برام، کم رنگ شده. ولی چون من خیلی ایور بودم، الان من 23-4 ساله نرفتم ایران. درسته. خارج جاییه بری یه کسای خوبه، نه به خاطر فرار کردن از سختی های تو ایران، نه به خاطر فرار کردن از آقا مشکلات، نه به خاطر فرار کردن آقا بریم خارج اسمش خارج، ما کیوان لندنه دمش گرم لندن، نه به خاطر اینا نیست. واقعا خارج باید کسایی قبول بکنن بیان که واقعا دیگه اوور راهی نداشته باشن، هیچ امیدی دیگه هیچی نباشه که بیان اینور. یعنی آخر خط باشه. آخر خط به نظر من الان خیلی ها رو میبینم که آمدن اینجا آخر خط نبوده اونجا براشون آمدن اینجا، ولی برای کسایی خوبه که واقعا آخر خط باشه براشون بخوام بیان اینور. به نظر من خارج رنگش خاکستریه. شما اینجوری واسهشون ترسیم میکنید؟ آره. خب خیلی خوشحال شدم که دعوت ما رو پذیرفتی. عزیز دلی تشریف آوردی، واقعا خیلی خوشحال شدم. مرسی کیوان جان. امیدوارم که البته یه چیزی یادم رفت بگم، من و آقا کیوان با هم توی یه باشگاه تمرین میکنیم، ماشاءالله ورزشکار تاپ، اینا 3-4 تا رفیقن خیلی خوب تمرین میکنن. من اولایی که قبلا باشون آشنا بشم فقط نگاه تمریناشون میکردم، میگفتم از تیکه‌هاشون بدزدم تو تمرینام استفاده بکنم. خیلی ورزشکار خوبیه، همینی که پسرت سالم و ورزشکار توی مملکت واقعا باعث افتخاره و تیمشون هم تیم حرفه‌ای. دم شما گرم که این برنامه رو درست کردین. مرسی از شما که تشریف آوردین عزیز دلی و دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که پله‌های ترقی ها 4 تا 4 تا بری بالا. آقا چیز میشیم زر مخوریم. زنده باشی. دوباره یه بار دیگه دعوت بشن 100%. ولی سری بعد آمدیم حرفای نانگفته رو میگیم. پشت پرده یادتون باشه من دارم به کیا میگم. پشت پرده های دبی. آی بچه یادتون باشه یه سری چیزا رو میخوام بگم اینجا. والا من یه دیالوگ کوچولو دارم، البته نمیدونم حالا یا مال من بوده یا من از جایی شنیدم، ولی تا اونجا که میتونم همیشه من اینو گفتم. آره تایم زندگی کیوان جان خیلی کوتاست، مشکلات زندگی خیلی زیاد و بزرگه، یعنی بین این دوتا خیلی فاصله بسیار زیادیه. خیلی قدر همدیگر واقعا بدونین. دل شکستن یعنی یک مقدار بذارین کنار، قضاوت کردن بذارین کنار. مسیر زندگی واقعا اینه، انگار ما توی یه قطار نشستیم و داریم توی مسیر میریم. تا اونجایی که میتونین از مسیری که دارین میرین مسیر لذت ببرین.
یعنی این مسیری که داره حرکت میکنه لذت ببرین. تو هر ایستگاهی خیلیا پیاده میشن، خیلیا سوار میشن. این مسیر خیلی مهمه که ازش استفاده بهینه ببری و از زیباییاش استفاده بکنی. دنبال چیزای دیگه نباش، اصلا همش الکیه، همش دروغه. مرسی که اومدی، ممنون از شما.